يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Скажи, Он Творец, единственный и неповторимый, единственный, от которого зависит все, в то время как Он сам не зависит ни от кого. Он не родил и не был рожден. چقدر بعضی مردی موشما چی میگن؟ پادشاه بین الملل علیه بالله. چقدر گپی کفری، چقدر گپی کفری. پادشاه بین الملل یا ایستان سیاه ساختوستی بعد وقت در تلویزیون میشوتن پادشاه بین الملل. پادشاه بین الملل تو فراموش کنید. پادشاه بین الملل الله پاکه. پادشاه تمام چیز الله پاکه. او از وجود خودش خبر نداره. زنش توی فاصله میگه خبر نداره. وجود خودش کنترل کنه نمیتونه. او چخیل او هیچ کار کردن نمیتونه. یک عاجز یک بیچاره در بدل خود بسره. یک پادشاه بین الملل، پادشاه بین الملل علیه بالله. کدوم اگر هیچ پادشاه بین الملل میگه باید پیش الله توبه کنه، استغفرالله بگه که این 20 کلمه کفریه پادشاه بین الملل. ما پادشاه بین الملل یک داریم الله های. همه پادشاه رب العالمین است، رب المخلوقات است. یک پادشاه داریم ما. پادشاه بین الملل علیه بالله. انا رب چی معنی داره؟ رب به معنای مالک، خزاین، صاحب. و رب به معنای سید، ایشان مالک میشه. و رب مصلح یعنی اصلاح کننده. و رب المدبر تدبیر کننده. و رب المعبود عبادت کرده شده. و رب العالمین میگیم عالمین جمع عالمه و همه عالم کل موجود، هر موجود غیر الله تعالی او را عالم گفته میشه. ما بتونیم بگیم که عالم چی؟ عالم مثال عالم السما یعنی آسمان، عالم الارض عالم زمین. یا بگیم که عالم المثال که عالم الحجر عالم سنگ، عالم المثال درخت عالم درخت، عالم المثال که آدم عالم آدم، عالم الحیوانات عالم حیوانات، عالم الحشرات عالم حشرات، عالم المثال عالم مورچه عالم مورچه، عالم النمل عالم مورچه. خیلی فهمیدیم که عالمین خیلی باز بعضی روایت هست که میگه عالم به معنای مثلا از عالم در برگیرنده 3 گروه میگه. وقتی ما عالمی گفتیم میگه عالم فرشته ها و عالم انسان ها و عالم جن ها میباشه. این خیلی روایت هم هست. الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی بسم الله چی گفتیم؟ بسم الله الحمد لله رب العالمین. آخر الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم گفتیم. این رحمان الرحیم در بسم الله معنی ترجمهش گذاشت. میگه که الله پاک وقتی رب العالمین گفته است بعد او الرحمن الرحیم گفته است. وقتی رب العالمین میگه الله رب العالمین خودش صفت ترهیبی است. صفت ترهیبی در دین انسان رهبت میاندازه، میترسه انسان. رب العالمین و رب العالمین چقدر در دین انسان هیبت ترس میافته. وقتی الرحمن الرحیم که پیش اومده است در پیش رب العالمین الرحمن الرحیم که اومده است و او ذات رب العالمین که باشه چقدر مهربان، چقدر مهربان. در دین انسان محبت رغبت میافته. پس این صفت ترهیبی و صفت ترغیبی که در دین انسان رغبت میاندازه ترغیبی، این دو صفت با هم که جمع شدن اعوان میباشند بر طاعت. یاردم کننده تر یا یاردم چیتر میباشند بر طاعت. جمع شدن اینها اعوان بر طاعت میباشه. یاردم کننده تر یا یاردم چیتر بر طاعت. چه رقم چه غیر اعوان بر طاعت میباشه. شما یک ذات ایو هم بترسی، سخت بترسی و ایو هم با او سخت دوست بداری. دیگه انسان کو امر او را هم خیلی بجا میاره، هم که اجرا میکنه، هم که او را احترام میکنه. او ذات همین چیزی گفته هم دیگه بیرون نمیاد، فقط امر گوش میکنه. وقتی که اگر رغبت در قلب انسان هر جو جمع نباشه، محبت یا که خوف محبت هر جو جان نباشه، انسان کو خدمت کرده برای کسی نمیتونه. همین اگر مثال بگیم یک انسان مثلا یک انسان تو را هم ایو بترسی. مثلا اینا میرو تشبیه پدر در خونه خودش کلانی خانه. وقتی که او هم در انسان هم فرزندو ایو بترسن. او آدم یعنی سیاسی، پدر سیاسی. هم فرزندو
با هم با فرزندان مهربانه. فرزندانش بسیار مهربانی میکنه، هر چی بخوان میخرشون، میپوشونن، میخورونشون، بسیار احترام میدن فرزندانش. اینه که ما سیاست هم در باش داره، در بالای فرزندانش. این پدر کودکو در غایب در حاضرش وقتی باشن نباشن یه رقم احترام دارن، گپاش یه رقم اجرا میکنن، امراش گوش میکنن، فرماناش گوش میکنن. پدرش مهربانی پدرشون، یا پدرشون در خونه باشه یا بره یا بیا هم قدوس میدن، در اگر در بیرون که بره زیغ میشن که پدر جان مکانی یا در خونه نباشه بسیار احترام، در بیرون باشه احترامش میکنن. اگر نصیحت که باشه این خدمتون کار بکنن، کار میکنن، در غایب در حاضر یه رقم احترام، یه رقم اطاعت. وقتی که اگر پدر سیاسی باشه، سیاست داشته باشه، نیکی مهربان به فرزندان نباشه، با فرزندان مهربان که نباشه، فرزندانش اعتبار نمیده، فرزندانش هیچ مثال که یگان چیز در کارشون نمیخرشون، میخوان اعتبارشون نمیده، احترامشون نمیده، پس این پدر در پیش روش باشن میترسن. این پدر هم احترامش میده پیش که باشه. وقتی که پدر بیرون بره و هم خود پدر که فرزندان هم خوش میشن که پیش مرفت، این ظالم میگه پدر ما پیش مرفت و هم با گفتهاش نمیدن، پرواش ندارن، هر کاری که بخوان میکنن. وقتی پدرش اومد بخشن تو گروه ساز میگن که ما خود گفتن در خدمت پدر ما هستیم، دروغ. و اگر پدرشو سیاست نداشته باشه و مهربان باشه، تنها مهربان باشه، تنها همون مهربانی میره فرزندش رو دوست میداره، دوست میبرشون ماشین میبرشون روزا تماشا در خونه رو میخواد فرزندش هر چی میخرن بپوشونه. یکی سیاست نداره. این پدرم فرزندا خوب اطاعت نمیکنن، با گفتش نمیکنن، با چی قدر میگه پدرم با آدمی خوبه کنیم گفتش بگیریم نگیریم هیچ چی نمیگه، دیگه پروا ندارن. انا به همین خاطر خوب اطاعت نمیکنن پدر. یا پدر اگر سیاست داشته باشه و رحمت نداشته باشه، اطاعت خوبش نمینن فرزنداش، یا که رحمت داشته باشه سیاست نداشته باشه احترام خوبش نمینن. امیخی برادر، در یک ذات هم اگر به شرط سیاست رحمت باشه، ترهیبی باشه، صفت ترهیبی داشته باشه، هم صفت ترغیبی داشته باشه، بگیم پای او مردم او را سخت احترام و سخت عزت احترام در غایب در حاضرش یه رقم احترام عزت. الله پاک ما بلا تشبیه، الله پاک ما چقدر صفاتهای بسیار خوب داره. رب العالمین است، با رحمان الرحیم است. دو صفتی که در پشت هم جمع شدن برای انسانی که انسان را بفهمه و بدانه، برای او ذاتی که جان خشفی نامینه.